مراقبه برای حضور در لحظه. یک جای آروم رو انتخاب کن و بنشین و یا به پشت دراز بکش. ازت میخوام چشمات رو ببندی و بدنت رو حس کنی. یک نفس عمیق بکش و اجازه بده بدنت آروم بشه. با هر دم آگاهی رو به درونت دعوت کن. با هر بازدم حرکت تنش رو رها کن. توجهت رو به نفسات بیار. هیچ چیز دیگه‌ای مهم نیست. فقط دم و بازدم. حس کن که هوا چگونه وارد بینیت میشه. چگونه بدنت رو پر از حیات میکنه. و با هر بازدم ذهنت سبکتر میشه. بدون هیچ قضاوتی فقط مشاهده کن. اگر فکری اومد اجازه بده بگذره. مثل ابری که توی آسمون شناوره. به این لحظه برگرد. به نفسهات. توجهت رو به بدنت ببر. از سر تا پا. هر احساسی رو که وجود داره فقط مشاهده کن. گرما، سرما، فشاری کوچک یا سبکی، گزگز. فقط حسش کن. بدون تلاش برای تغییر چیزی. فقط ببین. فقط باش. در این لحظه تو آرامش خالص هستی. تو شاهد هستی که تمام بدنت در آرامش کامل هست و تمام حضورت توی لحظه حاله و تمام توجهت روی دم و بازدمت هست. دم، بازدم. Free audio post-production by alphonic.com